همراه فادر ما 4 نفر و مادر ما بار بار این رقم سامان ما گرفته و از یک جای به دیگه جای ترانسفر. از همهش که زیاد این دقت می آمد که ما بار بار با مردمای نیو و مال نیو آشنا می شدیم. این بار پدر ما را از شهر دور در ولج آورد. در یک ولج خطرناک، یک خانم پیر با چوب خود. تمام جسم مینی خراب شده است. از حال به حال و از دهنش آب می براید. موهای شراشارش و چشمان یک بغلش. تمام جسم یک بغلش معلوم می شد که دستانش هم قاد خورده باشه. For next part, subscribe my channel. Don't scare and watching the video. Thanks for watching.